خواستیم درست چیز کنیم. این استوری آخری که درباره ساسی گذاشتی رو بعد نظرسنجی که دربارش گذاشتی بدون حاشیه و سریع برو اصل مطلب بگو که نظرت دربارش چیه، موافقی یا مخالفی؟ سلام مهدی جان، قربون تو. آره متوجه منظور سوالت شدم. موافقی یا مخالفی؟ خب این سوال دو بخش مختلف داره. بخش اول این که درسته آیا حرفای ساسی درست هست یا نه. باید بگم به عنوان کسی که خب سالهای سال تو صنعت رپ کشور هستم، سال 83 اولین کارمو بیرون دادم و تا الانم توش هستم یه جورایی. حالا آره یادش بخیر. باید بگم کاملا درسته. حالا این که آیا ساسی این کار رو به درستی انجام داده، آیا دلیلی میشه که این کار رو انجام بده یا نه، اون یه مبحث اصلا جداگونه است و به نظر من کسی باید در این مورد صحبت کنه که به یه جایگاهی تو صنعت موزیک رسیده باشه. به عنوان حالا چون مثلا شاید بیان بگن که آقا تو همراه ساسی تقریبا شروع کردی کارو، حالا فعلا تو اینجای تاریخ به اون جایگاهی که ساسی رسیده تو نرسیدی و من حرفی بزنم بخوان جبهه‌گیری باشه، بگم مثلا از روی حسادت داره صحبت میکنه. اگه آب باشه خودش ماهیگیر شناگر خوبیه، میگم ماهیگیر، یه همچین داستانی. بس من در این مورد سعی میکنم زیاد نظر ندم، ولی به طور کل بخوام بگم اینه که به نظرم کارش اشتباهه، دلیل نمیشه و خیلی چیزا الان تو همین درسته تو صنعت موسیقی من شاید دستم باز نباشه این کارو بکنم که هست، میتونم خیلی کارها انجام بدم واسه اینکه خودمو نشون بدم. حالا اونجا نتونم نشون بدم، خیلی کارها میتونم انجام بدم. خیلی همه جوونا، همه کس هم سن سالای من تا پایینتر تو این کشور میتونن خیلی کارهای خلاف، کارهای دیگه، کارهایی که اصلا خلافای کم ریسک انجام بدم به خاطر وجدانشون انجام نمیگم حالا ما هیچ کار اشتباهی انجام نمیدیم، نه، ولی اینکه خودمون انگشت نما بکنیم هم انجام نمیدیم. ولی در مورد قسمت اول که گفتم اینکه آیا یه بار دیگه سوال میپرسی مهدی جان؟ صحبت‌های کاملی بود و در کل به نظر شما که 20 سال الان تقریبا داخل این عرصه هستین و موزیک رپ و اینا دارین کار میکنین، آیا این جوامع یا این کارهایی که داره ساسی انجام میده موافق هستین؟ آیا میگیره نمیگیره؟ بحثتون درباره این چیه؟ من یادم چند سال پیش آهنگ چیز از شاهین نجفی پخش شد. خیلی گرفت چون از خود شاهین نجفی سوال کردم که چرا این کار گرفت، گفت که ایرانی‌ها از زبان دو پهلو خوششون میاد. درسته، این کاملا درسته، زمانی که مستقیما فوش ندی. اونم که الان قربونش برم اینجوری هم شده، با توجه به اینکه مثلا میبینین طرفدارا زیاد شدن نسبت به تتلو، آیسان اسلامی که راحت فوش میدن، قبلا این فوشا نبود. حالا تو اینجور مسائل هنوز اون دو پهلویی رو دوست دارن ایرانی‌ها، برعکس حالا مثلا جوامع غربی که سریع میرن اصل مطلب و خیلی خشک با این مسئله برخورد میکنن. شاید حالا به دلایلی ایرانی‌ها هنوز اون حالت دو پهلو رو دوست دارن که غیر مستقیم در مورد این مسائل صحبت بشه. و اینکه یه نکته یادمون نره، اگه اون بازیگر زن یکی دیگه بود انقدر نمیگرفت کارش. ما اینم باید در نظر بگیریم. درست مثل اون کلیپ قبلیش که الکسیس تگزاس آورده بود، از تو کار استفاده کرده بود، نرو سمیه، خود سمیه رو می آورد جواب نمیداد، ولی با این ترفند اومد از این بازیگر استفاده کرد، با توجه به این که میدونین خیلی طرفدارم داره شوهر این خانم یا شوهر سابق این خانم،
خیلی دشمن داره و هم طرفدارا و هم دشمنان میان دنبالش، چون از قبل بازدهیشون نشون داده بود. یادم توی همین فضای مجازی میگشتی بود از این خوبا فلان، یکی دو بار دیدمش. یه بارم یه جایی یه تیکه شعری خونده بود پخش شده بود تو فضای مجازی، نه به این شدت ولی خب بس تو حاشیه بود. ساسی هم که خودش تو حاشیه است، از اول هم خود طرفدارای خاص خودشو داشت و این که به طور معمول تو حاشیه هم هست و این کارایی هم که انجام میده میدونن، مردم میدونن، یا من خودم مثلا میدونستم الان که اومده کار داده، کار میخواد از همین الان میدونم کار بعدی که داره میده یه حاشیه‌ای توشه، بس چندان عجیب نبود. مهدی جان من رسیدم نزدیک خودت، الان میام پیش خودت صحبت میکنم. دوستان اومدم پیش مهدی و بغله هم در این مورد صحبت کنیم. دوست و پسرخاله عزیزم مهدی جان، بخوام به طور کل بهت بگم این که حالا ما یه ذره پرچم ایران رو پایین نیاریم بگیم ایرانیا، این یه چیز شاید بین المللی جهانی باشه، اصلا باورت نشه شاید، ولی یه سرچ ساده بکن داخل اینستاگرام ببین که اون شبکه های اونجوری نمیخوام اسم ببرم چقدر ویو داره، چقدر فالوور داره. سایت ناسا، همین اینستاگرام ناسا چقدر فالوور داره میدونی؟ آمارشو داری؟ آمارشو نه. اینستاگرام ناسا تو کل جهان تو این 10 میلیون تایش 7 میلیارد جمعیت 50 میلیون فالوور داره. 50. ولی در حالی که یه خانومی هست 1 میلیارد فالوور داره. من موندم یعنی از هر 7 نفر یه نفر اینو فالو داره. پس این یه معضل جهانیه. ولی این که ساسی یه جایی داره صحبت میکنه یه جایی داره میگه که ما رکورد شکوندیم با 80 میلیون جمعیت توی آمریکا، 4م شدیم، کانادا 3م، اگه اشتباه نکنم آماری که خودش داده، ژرمنی اول شدیم. خب این به خاطر اون تیکه حرفشه که اومده زده. زمانی که یه کار ترند تو خود همین کار آخر چی بود باش میرقصیدن آمریکا؟ آره این از اینا انریک لامار، آره اومده بود کل دنیا ترکیده بود. نه اینکه ما بعد برین ترجمهش کنیم ببینین ترجمهش چیه، درک ببینین ترجمهش چیه. ترجمهش یعنی اون که اگه بخواد توی ایران باشه و بعد از شبکه ملی آمریکا پخش شده، ترجمهش رو بخونین شاید خیلیاتون کرکوپرتون بریزه، اونایی که توی این بادی نیستین و 100% موزیکش شنیدین. شاید همین موزیک ساسی رو یه نفر تو ایران نشنیده باشه ولی اون کار شنیده، انریک لامار رو شنیده. و اینطوریه که جامعه جهانی که میگن دهکده جهانی و اینا، حالا میبینید دیگه داره به شکلی شباهتش جوری دیگه خودشو نشون میده تو همین ایرانش، تو کشورهای دور افتاده. ما ایران که یه کشوریه که وسط گوده، یعنی تو جامعه بین الملل ما وسط گود قرار داریم و یه کاری که میاد کشور دوم نباشیم کشور دهمش هستیم. توی ایران میاد تو صنعت موزیک حداقلش. برین نگاه کنین همه جا راه پیدا کرده، راه یافته و شاید بعضیا براشون نگران کننده است که میگن که آقا نگران کننده است وضعیت جامعه جهانی داره بد مسیری رو طی میکنه. نظرت چی مده؟ خب تایم برنامه‌مون کلا 8 دقیقه است. تو این 2 دقیقه آخر یه جنبندی به نظر من انجام بدین، کلا نظر کلیتون رو بگین، بعد یه جنبندی کلی کنین. 8 دقیقه است، این الان 9 دقیقه خورده رفته. چیکار کنم؟ 9 دقیقه شد. آره خداحافظی. خداحافظی شما رو خوشحال میکنیم. ولی یه نتیجه کلی هم باید در کل بگیم. نتیجه کلی رو هم میسپاریم دست خودتون. قربون نمیگی.